برای وقتی چون من ساشو خیلی خوش اومدیم به که از ویدیوی دیگه از من امروز قراره که بریم تئوری خونه سی جی توی جی تی وی ببینیم و ببینیم توی خونه سی جی چه خبره و بریم سراغ ویدیو لیتس گو. همین که توی جی تی وی وایسا، حالا من دوباره سیوم خراب شده. اما میدونیم که توی جی تی وی گروه استریت وجود داره، ولی خب گروه استریتی که گروه استریت کوچیک شده یکم، حتی کلش هم خراب شده و منطقه بالاتش شده که همه میدونیم. حالا میخوایم ببینیم که خونه سی جی چطوریه و توش آیا هست یا نه. قرار نیست که مثلا اون مادره که دیدیم که میره قبل سی جی چون علکی بود 100%، ولی خب ما الان میخوام بریم با ماد ببینیم که توی خونه سی جی چه خبره. مرحله اینو نمیخوام بدم، این که بالاستم ریختم بیرون و بریم ببینیم تو خونه سی جی چه خبره. البته بگم بچه که تو خونه سی جی خیلی خونش کوچیک‌تر شده و من نمیدونم که اونقدر فضایی که ما داشتیم میتونه داشته باشه یا نه. آقا بالاستم ریختم اینجا و اینجا دوچرخه سی جی باشه دیگه. خیلی تغییر کرده و گروه استریت من نمیدونم با چه حالی دارم یعنی گروه استریته، ولی خب یکی از نشونه هاش همین فاضلاب تونل چیه اینجاست. بله یکی از نشونه هاش اینجاست که من مثلا برم بالا. چرا شب من اومدم واسه من این منطقه رو روزش کنم و وایس من این منطقه رو روزش کنم. آره اینجا من بعید میدونم، حالی بالاستو نرزن رو سرمون. وایسا جون میلنت اول فعال میکنیم ببینیم تو خونه سی جی چه خبره. میخوام برم آماده این 1 2 3. بله آقا یه دونه راهروی خیلی کوچولو رو گذاشتم و اونقدر فضایی که نداره که بتونه خونه به اون بزرگی جا بده. اینجا هم منطقه گروه استریت هست. من اینجا چیز کنم منطقهش می نویسه، الان باید سوار ماشین بشم که می نویسه گروه استریت. حالا من بازیم فارسی بود، می گروه استریت ها اینجا می نویسه و بله آقا همچی چیز اصلا وجود داخلی یا خارجی نداره و بالاستو من گرفتم. حالا فکر کنید خونه سویت چه خبره. اول بریم پارکینگ سی جی ببینیم که خیلی تعقیب کردم که اونم هیچی توش نیست، خالی اینا هیچ جاشو درست نکردن. توی این مرحله همین جای کوچیک به اسم رو اینجا برای مرحله درست کرد که با ترور لاما رو فرانکلین میایم مواد چیز کنیم و با بالاست جنگ اون میشه. اینجا رو درست کردن که مثلا اینجا تو خونه پره. بله بریم توی این یک گاراژ، اینم پر نیست. یه بعد خونه سویت باشه فکر کنم. بله اینم هیچی توش نیست و اینجا باید یه دونه خونه باشه. آره اینجا فکر کنم خونه رایدر بود، اینی که هیچی توش نیست. چیشی بود؟ ای نه اسلحه. خب یه دونه اسلحه اضافه شد و که زیاد خاصی نیست و این تئوری علشی که مثلا خونه سویت این طوری است اینا همه جواب میدن و اینا، ولی خب من دوست دارم منطقه گروه استریت پس بگیرم. پس یعنی مساوی برای و بزن ماشالله و این واقعا دروغه که میگن توزه و وایسه من آشیشو همینجا و یادم رفت بردارم. بله بعد اگه من اگه کوچه ای بس من الان دوباره برم مثلا میگه خب بریم تو اون راه رویه. نمیشه بچه ها، خودتون بیان با مود نگاه کنید، هیچ فایده ای نداره. اینجا اصلا ورود خارج داخلی نداره. و حالا یه تئوری دیگه هم هست که میخوام بهتون بگم و تا اونجا واسه من باید چیز کنید بکنم وسط جنگ به بالا. سینما رو درست اینجا مثلا اینجا سینما رو من انتخاب میکنم و میام ساپورت میکنم دیگه.
حال ندارم تا اونجا برم که جل میخوام به شما هم نشون بدم. حالا اگه این وایسا حالا من برم این جای این در حتما همتون دیدین اینا درسته. خب میگین که خب اینجا که 100 چی توش نیست دیگه. حالا ما میایم با استفاده واسه من این مدت تو الان میگه چرا مدت اینطوریه. من بگم که بچه من تو پی اس دارم کارم انجام میدم و طبیعیه که همچین مادای داغونی داشته باشه، ولی ماداش به نوع خودش واقعا خیلی خوبه و من لذت میبرم از ماداش. اینطوریه دیگه، پی اس دیگه، کنسول مال 20 سال پیشه. خب ما کنیم، ولی خب تا در اینجا رو باز میکنیم واسه اینجا چقدر تاریکه. اینجا یه جای مخصوصه هست. واسه این تاریک بود ندیدم. واسه من روشنش کنم الان بدون میفهمونم که چه خبره اینجا. این دوتا مکان واقعا باید بدونیم که کجا. الان نور رو من اینجا میکنم با ماد اینجا رو ور میدارم و من نور رو از همه جهت بیارم توش. نه اینجا جهتش نداره. تو اینجا من با نور چراغ خوبه نداره. بله ببین یه جای خاصیه واسه ماد بدون نشون بدم و یه جای خاصیه اینجا. اینجا رو برای مرحله‌ای که فکر کنم مایکل میخواست بره عکس برداری برای فیلمش توی مرحله اینجا رو اختراع کرده بودم، ولی خب ما بازم بیایم کجا بود؟ ما بازم بیایم اینجا آخرش ما سقوط میکنیم و این هم بود از این دوتا راز خیلی خفن. و اگر دوست داریم بریم با بالاسا جنگ کنیم و بگیریم قلم روشنا، حتما توی ویدیو به من بگیریم و تا ویدیوی بعد بدرود.